آقا سلام، خیلی مخلصم. داریوش شهریاری هستم و خیلی خوشحال و مفتخرم که با یک ویدئوی دیگه از کانال موزیک فک در خدمت شما هستم. ماجرای امیر تتلو رو که ما در اولین ویدئوی کانال صحبت کردیم، اون زمان هنوز بازداشت هم نشده بود، هنوز به ایران دیپورت نشده بود و بعد در ایران مجدد بازداشت نشده بود و هنوز خیلی از اتفاقا نیفتاده بود. یه بررسی کردیم در واقع همه حاشیه‌های امیر تتلو رو، راجع به این نحوه نگاه تبلیغاتیش صحبت کردیم و به هر حال کار به اینجا رسید که امیر تتلو خودخواسته به ایران دیپورت شد و بلا فاصله در لحظه‌ای که پاشو داخل خاک ایران در مرز بازرگان گذاشت، نیروهای وزارت اطلاعات دستگیرش کردن و در واقع منتقلش کردن به بازداشتگاه و همچنان هم در بازداشتگاهه. ببینید، خیلی صحبت شد و صحبت داره میشه در فضای مجازی راجع به امیر تتلو. به همه چیز این آدم داره پرداخته میشه، به اون زوایای مرتبط با قصه خونه و خانم هایی که اونجا، دخترهایی که اونجا بودن و حالا مسائل مرتبط باهاش. به عرض به حضورتون که مسائل اعتیاد و مسائل روحی روانی و خلاصه به هر آنچه که وجود داره و بعضی از در واقع کانال های یوتیوبی هستن که روزانه ویدیو میذارن راجع به این مسائل. حالا ویدیوهای بالایی هم دارن، دیده میشن، ولی گاهی اوقات میبینیم هیچ چیز جدیدی شنیده نمیشه. در واقع هر چی گفته میشه تکرار مکررات. من خیلی کوتاه فقط راجع به قضیه حکم احتمالی صحبت بکنم. اولا که کسی آینده رو ندیده، کسی از سیاست ها خبر نداره، کسی با قاضی پرونده‌ای که اصلا نمیدونیم هنوز اون قاضی کی هست صحبتی نکرده که بخوایم چیزی بدونیم. ولی شنیده من در واقع این هست که برای امیر تتلو دادخواستی که در حال تنظیمه متاسفانه دادخواست افساد فی‌الارض، در واقع دادستانی دادخواست افساد فی‌الارض رو برای امیر تتلو در حال تدوین و نگارش هست. اما این که حالا خودش هم در حد یک شنیده است، هیچ ارتباطی با صدور حکم قاضی نداره. یعنی تلاش دادستانی ممکنه یه چیز باشه، حکمی که قاضی صادر میکنه در قانون جمهوری اسلامی عرض میکنم چیز دیگری باشه. حتی این یه مورد خاص، یعنی درخواست دادستانی به عنوان در واقع مدعی و قاضی به عنوان رئیس محکمه اصولا در هر جای دنیا ممکنه با هم یکی نباشه. ممکنه آنچه که در واقع دادستانی میخواد رو دادگاه نپذیره. پس هرچند که خود در واقع جرم یا اتهام افساد فی‌الارض ترسناک و سنگینه، اما اصلا به این معنی نیست که حتما قراره اتفاقی به اون بدی برای خواننده‌ای مثل امیر تتلو بیفته. من فکر میکنم یک نگاه درست به این جریان توسط حاکمیت میتونه که به این خواننده کمک کنه که اصلا به روزهای اوجش به راحتی برگرده. به هر حال امیر تتلو از لحظه‌ای که بازداشت شده طبیعتاً دیگه مصرف مواد نداشته، خود به خود تبدیل به یک ترک میشه. حالا درست کار سختی برای او خواهد بود، اما برای آدمی که این اندازه از هوادار رو داره و این اندازه از آدم تعقیبش میکنن، باید یک در واقع ویژگی داشته باشه نسبت به افراد دیگه و باید رو خودش کار بکنه و بتونه که از این مکافاتی که گرفتارشه خلاص بشه. در سمت دیگه خب مشکلات روحی روانی امیر تتلو که در واقع انکار ناپذیره، بدون شک وجود داره. به اعتقاد من خیلی خوبه که در دورانی که در بازداشت یا حتی حالا اگه زندانی قراره بشه روش کار بکنن و بذارین آدم این استعداد بی‌نظیر به اعتقاد من در موسیقی پاپ با یک روان آماده و با یک جسم سالم برگرده به در واقع جامعه. حالا بحث بر سر اینه که ظاهر امیر تتلو و اون تتوهایی که کل صورت و بدنش رو پوشونده اصلا به یه شکلیه که جمهوری اسلامی یا به هر حال دستگاه قضایی و دستگاه اطلاعاتی علاقه ای ندارن که او به جامعه هنری برگرده. این بحث هم مطرح میشه، ولی من فکر میکنم که حتی اینها هم نمیتونه مانع این باشه که یک استعدادی مثل تتلو رو نادیده بگیریم و با یک حکم اعدام و اتفاقاتی که خدای نکرده اگر بیفته قطعا یک فاجعه خواهد بود باش برخورد کنیم. چون به هر حال امیر تتلو در نهایت یک آدم سیاسی نبوده و اگر کاری هم کرده که در واقع به مذاق حاکمیت خوش نیومده، احتمالاً بیشترش در زمانی انجام شده که مواد مصرف کرده و اینا حتما همش لحاظ میشه
ولی به هر حال حکم افساد، در واقع اتهام افساد فی‌الارض اتهام خطرناکیه. قطعا خب میدونیم که حکمش اعدامه اگر که ثابت بشه، ولی امیدواریم که هرگز و هرگز واسه امیر تتلو چون اتفاقی نیفته. من واقعا این اواخر که حالا کنکاش بیشتری کردم، خب بارها و بارها و بارها آهنگ‌های امیر تتلو شنیده بودم، اما کنکاش بیشتری راجع به کارهای این آدم کردم. واقعا این آدم میتونه که اگر در شرایط سالمی باشه نامبروان این موسیقی باشه، واقعا نه صرفا به عنوان به این عنوان که تعداد بالای هوادار داره، نه، به لحاظ محتوایی، به لحاظ اجرایی واقعا این توان و این در واقع فضا رو داره. ولی اگر دقت بکنید تو این سالیان اخیر، به خصوص 2-3 سال اخیر که خب به هر حال بیشتر در گرداب و منجلاب اعتیاد رفته این آدم و درگیر اعتیاد شده، به همون میزان هم صداش افت کرده. یعنی به همون میزان شما میبینید که تو کارهای استودیویی که اصولا خب داخل منزلش اتفاق افتاده و هم در کارهای صحنه‌ای مثل کنسرت هایی که در ترکیه برگزار کرده، شما اون تراوت، جذابیت و سلامت صدا رو که سابق بر این میشنیدید نمیشنوید واقعا. حتی در بعضی از قطعاتی که به شکلی حالا استودیویی ضبط شده و منتشر شده، پر از ایراد میبینید کار رو، در حالی که از امیر تتلو بعیده که به این شکل در واقع کار منتشر کنه. من اعتقاد دارم که هم شرایط روحی روانی این اواخر امیر تتلو، هم مسائل مرتبط با مصرف مواد به شدت روی حنجره و در واقع اجرای این آدم تاثیر گذاشته. شما حتی اگر اجرای آهنگ من باد قهرم رو که یکی از بهترین کارهای، قطعا یکی از بهترین کارهای امیر تتلو، اجرای زنده شو در یکی از کنسرت های آخرش میبینید که ویدیوش در یوتیوب هست و کار رو میشنوید، بسیار بسیار عقب‌تر و ضعیف‌تر از اون اجرای زنده‌ای که پیش از این از امیر تتلو دیدید. کلاً توانایی صدا و توانایی حنجره امیر تتلو و نحوه خوانشش و رنگ و لعاب صداش در واقعا به 2 مرز تبدیل میشه، در واقع تقسیم میشه. یک مرز قبل از این سالهای آخره که بسیار صداش پرتراوت، اجراها حرف نداره، احتیاجی به ملوداین و اتوتیون نداره، بعضی از آهنگای جدیدش کلا با اتوتیون اصلا صاف شده. ولی در کارهای قبل انقدر این آدم جوست خونده، انقدر تمیز خونده که اصلا احتیاجی نداشته و اگر هم استفاده شده به عنوان یک افکت استفاده شده، نه به عنوان در واقع پوشوندن نقاط ضعف خواندنش. اما در کارهای اخیرش متاسفانه این شکلیه و خیلی از کارها دور از شأن یک خواننده مثل امیر تتلوه. امیدواریم اگر امیر تتلو بتونه از این بحرانی که درونش بیرون بیاد، درست بیرون بیاد و کمکش کنن که درست بیرون بیاد، بهش کمک کنن که از مصرف مواد دور بشه، بهش کمک بکنن که مسائل روحی روانیش حل بشه. قطعاً دوباره یک امیر تتلو با یک صدای جذاب و متفاوت که پیش از این بارها شنیدیم و خواهیم شنید و قطعاً حالا اون خیلی هم راجع به این صحبت میکنن که خب امیر تتلو خیلی فحاشی میکنه در بعضی از قطعاتش. خب اون قطعات رو شما گوش نکنید، اون قطعات رو که باب میلتون نیست و طبیعتاً با هنجاری اجتماعی هم سازگاری نداره، اونها رو برای قشر دیگری میخونه، شما به اونها توجه نکنید. ولی بسیاری از کارهای تتلو جذاب، قابل شنیدنه و پر از پیام‌های عاشقانه، پیام‌های اجتماعی درسته. اینها رو کنار گذاشتیم، من باد قهرم رو کنار گذاشتیم، فقط به خانم وزیری فکر میکنیم، یا نمیدونم فلان آهنگی مثل نوازش رو کنار گذاشتیم، به یه ترک پر از فوش فکر میکنیم. هر کس که طبیعتاً با فرهنگش سازگاری نداره اون قطعات، میتونه اونها رو پاک بکنه در ذهنش و به اون قطعاتی بپردازه که براش جذابیت داره. من خودم به شخصه به عنوان یه روزنامه‌نگار، به عنوان اصلا یک فرد عادی، به عنوان یک مخاطب موسیقی، بعضی از قطعات تتلو مثل نوازش من باد قهرم، حتی جهنم، اینها رو گوش میکنم. کارهای جذاب زیادی داره که قابل شنیدنه و من فکر میکنم که انشالله اگر بتونه با سلامت و درستی و حال خوش برگرده، بتونه که در واقع به روزهای اوج موسیقایی خودش برگرده و این 2-3 سال آخر رو به اعتقاد من
فراموش بکنه، چون واقعا در به خصوص در یک سال گذشته شما عملا در کارهای امیر تتلو ضعف اجرا میبینید و این قطعا قابل ترمیم اگر که انشالله مشکلات مرتفع بشه. اون قضیه مرتبط با افساد فعل ارزم که حالا بحثش هست که در واقع دادخواست ارائه شده توسط دادستانی خواهد بود، انشالله که به اونجاها نمیرسه و موسیقی پاپ ایرانی یک ستاره‌ای مثل امیر تتلو رو که میتونه ستاره باشه رو از دست نمیدن و امیدواریم که البته انشالله بعد از بازگشتش با یک لایف استایل درست بتونه الگوی درستی برای این میزان بالای هوادارش باشه که واقعا تعدادش چشمگیره و خیلی متفاوت از خواننده های هم نسل خودشه. دم شما گرم. اگر کانال ما رو دوست دارید، اگر از ویدیوهای موزیک فکت خوشتون میاد، فکر میکنید کمکی برای موسیقی هست که جاش خالی بوده توی در واقع مارکت یوتیوب مرتبط با موسیقی فارسی یا موسیقی ایرانی، لطفاً سابسکرایب بکنید کانال ما رو و اون زنگوله کنارش رو هم فشار بدین که بتونید در اسرع وقت که ویدیوهای ما منتشر میشه در جریان قرار بگیرید. اگر فکر میکنید که باب میلتونه، به دیگران هم معرفی بکنین، به دوستاتون که اهل